Это блок. Дим шамбук. Наверное, блока. Он одну руку не может, сейчас я сделаю. Ну, вторую я сама. Ага, хорошо. برادرای عزیزی دیده هستیم که در بالینسای بود میکنیم ارتین دستیم به سپوریور خیلی سیم میرو جلو این آوردن نه انشالله که دوست با عمیقش میکنیم خدا خواهد او میبینید خدا نه کاغذایی که دکتر رو دسته انشالله همه در جمع پیستن تاچنی عمیق میشه انشالله که با میگیم که چند قدر اپیرات همی میرو جون برای همون سرش میشه انشالله خدا خواهد دلش ویدیو تماشا میکنیم خدا و نگهبانتون باشه. Assalomu alaykum barodaroy aziz, assalomu alaykum ba kulli mardumi musulmon, ba nafaroye ki khair mekinin va sukhanoy khub menesin va har yak kommentari ki like میمونه و سخن میکنین هزار رحمت کلام برای دستگیریتون و مهراب جان میدونین که یک چند روز پیش ما نوار کرده بودیم برادرای عزیز نوار را دیدین تماشا کردین دستگیری کردین دوشی هزار رحمت کلام خداوند هر یک کسی که خیر کرد خیراتون قبول بگردونه برادرای عزیز امین مهراب جان چنین 4 یا 5 روزی که مونده بودیم 108,000 روبل جمع شد برادرها هزار رحمت کلام این پول جمع شد مهراب جان به مسکو آوردن انا بالنیسه بود کنید که این آورده اپیسپیلز کردن پاول ای دکتر که ما ویدیوش موندن میگیرم یا پارامتر موندن میگیرم انا چی نام داره برادرها 500,000 در کویکی مهراب جان اپیراتسیا کنن امو پلاستیک دستارش بمونن برای همیشه به خاطر الله چند قامتونین کمکای خودتون برسونین ان شاء الله که اوزی همه با کاغذاش با درجه چی کو کدگیان دستارش چی موندگان همه همیورا ان شاء الله بخوص الله با ما در نوار میمونم ببینه که مهراب درجه مثلا چه خیلی هم آنالیز و چوش کردن اوزی با خاطر مهراب جان گپ بزنش مختون گوش میکنین سلام علیکم مهراب جان و علیکم السلام مهراب جان چی کو درجه چی کو کردن درجه مقصد درآمدی بعد اپیراتسیا کنن او ویدیویی که کردن در سر موندگیان چی کردن همش کردن همش چی گفتنی برادر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سازم برادر خوبین تینجی برادر اشما خواهش مندم که یاد دستگیری که ما هم اپیراتسیا ما بگذارونم که جای باشین زنده باشین خدا خیرتون قبول کنه برادر عزیز خیلی خانه میرو با دیدین خیلی خشم وجود ده هیجان ده نوار ده ویدیو ده هیجان از مادرش از 3-4 سخن دیگه میکنه خیلی دلش با ما خدم گپ میزنم سلام علیکم مادر جان خوب سلام علیکم و رحمت الله برادرها خواهرها اپا مقصد ما همین بچه‌مون یکم اپیراتسیا شخصی تاجیکستان گذروندیم با یاردم خدا و برادرای تاجیکستان کارگراشون خیلی این بار اپیراتسیا همینجا آوردگیم با همین شهر مسکو خیلی خواهزاش را توغری کردیم به یاردم خدا و بعد با کمک‌های شما خدا یار و مددگار نگهبانتون باشه خدا خیر کارگیتون به درگاهش قبول کنه ما هم شما چی گفتن ام قدر خواهش دارم که همین بچه ما هم قدر مدد کنه یاردم کنه که همین اپیراتسیا شب گذرونه دست پوچش هم کارم نمیکنه خوخش رو مقصد اولی هم یک بچه دارم 5 دیگه دخترای مقصد همین قدر خواهش میکنم خداوند نگهبانتون باشه خداوند اجر ثوابش در دنیا بتتونه هر کجایی که باشین خداوند نگهبان براتون بده برادرای عزیز از همتون خواهش میکنم این همی کاغذی که میبینین کاغذی که از همی بگم آنالیز که چیزی که در همین بالینسه همین روز گرفتگیان همین را برادرها ما زنگ زدم گفتم که مقصد زنگ مرا بگی من به همونجا بیام ویدیو در بالینسه کنیم با مردم ببینن که ما گفته بودیم در اون نوار که ما در بالینسه رفت مهراب جان میبرن در بالینسه ویدیو میکنیم برای به خاطر الله برادرها چند خیلی میتونین همین مهراب جان دستگیری کنیم 500,000 برای اپیراتسیا جمع کنیم مهراب جان اپیراتسیا داره ان شاء الله ما با اومده با نوار میکنم همین مهراب جان که چه خیر رفتی همین بگیم اپیراتسیا شاید در جا خواه چه خیلی همش با برادر عزیز با اومده ویدیو میکنم به خاطر الله چند قیمتون ویدیو را پدلیت کنیم و لایک مونه که ویدیو لایک مونده شما فقط ویدیو پهن نشه برادر عزیز به خاطر الله کمک کنین
هیچ گپ نداره به خاطر الله کمک کنیم برادرها همین مهراب جان دستگیری کنیم اپراسیونش با سر بلند بزگرنیم التماس همتون خواهش برادرای عزیز انا ویدیو را چند قیکی میتونین پدلیت سکنین در گروپ ها دارین واتساپ داری ایمو داری پدلیت سکن در استوریات مونه که تو مردم خیرخواه بینه همین مهراب جان یه دستگیری کنه اپراسیونش با سر بلند بزگرنه و با مقصد با وطن بره و مهراب در اویلا یک بچه و 3-4 دختر دیگه دارن برای همین 5 دختر بوده است 5 دختر دیگه در اویلا بوده است برای همین برادرای عزیز مقصد ام یک خودش دستگیری مادر است برای همین خاص به خاطر الله برادر کمک کنه نه به خاطر ما نه به خاطر یگان کس دیگه بینه به خاطر الله همین مهراب جان کمک کنین در نمره مهراب جان هست بربانک مهراب جان هسته با زنگ بزنین بیاین مثلا احوال با خبر شین بعد هزار رحمت به نمون نفرایی که مثلا زنگ زدین احوال با خبر شدین هزار رحمت کلام به شما برادرها که بهاد بسیار زنگ زدن اومدن پرسیدیمشون میگه بهاد زنگ زدن برادرها پرسیدن مادرها پرسیدن هزار رحمت کلام برای پرسیدنتون برای سخنای نیکتون خداوند یک داده خداوند هزار بگردونه خاص به خاطر الله با میگم کمک کنیم 500,000 ان شاء الله ما باور دارم که دستگیری میکنیم برای خداوند یار و مددگارتون باشه به شما برای کار برادرای عزیز ان شاء الله که با نوارای دیگه با میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.